یعنی معنای سخن مادر سفیان ثوری همین است که پسری من رفت یک چند دهه از حدیث ها را نویس، از یاد کن، آموز. احادیث فقط از یاد کردن نه، از یاد میکنید سنداش میبینید علمی هم به سند هم به متن هم به فهم. بعد از این یک بار 20 فکر کن که آیا تو هوس داری میخواهی خوندن، بخون، نخواهی نگردم خیلی بیا با من یاردم کن. این نصیحت مادری سفیان ثوری به امروزه طالب علم هم هست. بسیارش میرود میگردد این طرف اون طرف، نمیخواند، چیکار کردنش معلوم نیست. نه خیر در دنیا نه خیر در آخرت. نه دنیا دارد نه آخرت دارد، نه علم دارد نه کار دارد. کسی که علم نمیخواند خودش علم خونده ایستاده گفته نگردد، وقت بیهوده نگذارد. نتوانستی بعد به دیگرش کار مشغول شو، به امت اسلام از جانب دیگر کمک کن. بارک الله فیکم. همون سفیان ثوری وقتی که خردسال بودند، در حالت خردسالیشون مشهور شدند، می نشستند تعلیم میدادند به مردم در جوانیشون. بلکه ولید ابن المسلم میگه که انه رأى سفیان الثوری بمکه یستفته ولم یکن شعر لحیتی قد نبت بعد. میگه که ولید ابن مسلم، من میگه سفیان ثوری رو در مکه دیدم که فتوا میدادند، مفتی شده بودند، در حالتی که حالا ریش برآورده نبودند، حالا ریش نداشتند لیکن عالم بودند. فضلشون بزرگ است رحمه الله. اما معروف است که یگان عالمی مخلصی، یگان عالمی که همچون امام اهل سنت و الجماعت نامشون مانده باشد نیست مگر اینکه به محنت، یعنی به ابتلا، به سنجش گرفتار شده است. یکی از علما میگن که من تمام تاریخ انسان‌های بزرگ را خوندم، تمام تاریخ علما را خوندم، یگان نفر عالم امامی را پیدا نکردم که نامش مانده باشد. یعنی امام های را دیدم که نامشان مانده هست، امام گفته می شوند، امام اهل سنت گفته می شوند، همه مردم اونها را دوست می دارند و مشهور هستند. دیدم که همهشان به ابتلاهای سخت گرفتار شدند. بله امروز بسیاری من شما هوس میکنیم که به مانند سفیان ثوری باشیم، به مانند امام البخاری باشیم، ابن جریر الطبری باشیم، به مانند ابن تیمیه باشیم، به مانند دیگر از علما باشیم. همه این علما ابتلا شدند. هر انسانی که بزرگ نامش ماند امام اهل سنت گفته می شود، بدانید که همه اینها چقدر عذاب‌هایی کشیدند، چقدر به بالشون وزنینی ها، مشقت ها، سنجش ها آمد. بعد از این امام شدند، امام اهل سنت شدند. همین تکیه کرده در منبر ورق طاغوت خوندن که امام اهل سنت نمیشود. ایشان بابای اینا آن گفته به همه میره، این خیلی امام، اینا امام اهل سنت نیستند، اینا علما و سو علما طاغوت هستند. امام اهل سنت و الجماعت همیشه در محنت و مشقت از سبب حق گوییشون، به سبب حق گوییشون الله اینها را زنده نگه داشت. در زمان سفیان ثوری چقدر علماهای زیاد بودند، علما بودند هزارها، لیکن از سبب مثلا ابتلا و مشقت، بعضی از صبر نکردن و یا که بعضی از این که در حالتهای اکراه مثلا رخصه رو گرفتن، نامشان کمتر مونده است. اما علمایی که ابتلا شدن، حق گفتن، ثابت شدن، الحمدلله امام اهل سنت بعد از وفاتشون معروف شدند. بعد از اینکه ابو حنیفه رحمه الله را در درون ترمه همون خلیفه عباسی ابو جعفر منصور به قتل رسانید، یعنی بعد از اینکه ابو حنیفه وفات کردند به سبب اینکه قاضیگی را قبول نکردند وفات کردند. انا همین ابو جعفر المنصور از گرد و اطرافش مشورت خواست که همین قاضیگی به کی زیبنده هست، از همه بهترین آدم قاضیگی کی است در همین امت اسلام؟ گفتند که سفیان الثوری است. گفتند که سفیان الثوری اعلم اهل الارض، در بالای همین زمین از همه داننده ترین عالم امین است. ابو جعفر المنصور آدمش فرستاد به سوی کوفه که بروید بگوید که سفیان ثوری بیاید و قاضی شود.
سفیان ثوری قبول نکردند، از کوفه گریختند، فرار کردند به سوی گجا مکه تا سال 155 هجری، زیرا که ابو حنیفه سال 150 هجری وفات کرده بودند. سفیان ثوری وقتی که فرار کردند 5 سال در مکه زندگی کردند، 5 سال همجا فرار کردند و همجا زندگی میکردند تنها. انا این خلیفه عباسی ابو جعفر المنصور دیگه خاموش نمیشد، میخواست که سفیان ثوری بیاید. یک نماینده خودش به مکه فرستاد که ندا کرده، میگفت که هر کسی که سفیان ثوری را دستگیر کرده یافته به عراق بیارد یا به شام بیارد به دست انمو خلیفه عباسی عراقی بود ابو جعفر المنصور اگر دستگیر کند، برای این 10,000 سبحان الله 10,000 دینار داده میشه. سفیان ثوری دیدن که در مکه زندگی کرده نمیشود، آدم ها شناختند، برای پول شده سفیان ثوری را قریب دستگیر کردند. سفیان ثوری از مکه با گریختن عراق به، لیکن کوفه به نیو بصره به و در بصره پنهان کار میکردند. کارشون پاسبانی بود، یک باغ پاسبانی میکردند، جیم زندگی میکردند. لیکن آهسته آهسته مردم باز به سبب بعضی فتوا بعضی انسان ها اومدن شناختند. وقتی که مردم شناختند اهل حدیث به پیششون شتافتند. ماشاءالله علمای اهل سنت ابو جعفر منصور فهمید که اینجاست. از اینجا سفیان ثوری فرار کردند، از بصره این دفعه فرار کردند به یمن رفتند. یمن و در یمن سبحان الله سفیان ثوری یکی از بهترین علمای اهل سنت را بعضی از آدم‌های جهالات تهمت کردند به دزدی. گفتن این دزدی کرد اون کرد وای کرد، لیکن این تهمت بود به سر شیخ. ببینید علمای کبار را چقدر تهمت هم میکردند. امروز هم این خیلی تهمت ها زیاد است. سفیان ثوری را متهم کردند به دزدی کردن و به تهمت های شاهد های بر دروغ به حاکم یمن دادن. حاکم یمن فهمید که این سفیان ثوری است، گفت که نه این دزد نیست، لیکن گفت توی ما دستگیر میکنیم، باید تو روی، تو باید در کوفه قاضی مسلمان ها شوی یا که از یمن بگریزی فرار کنی، اجازت هست که گفت خیر روی. سال 158 هجری از یمن برآمدند به مکه. ببینید تقریبا 10 سال ایسین گریخته گشتند، گریخته فرار کرده ایستند. در مکه بودند که ابو جعفر منصور حج می آید و بالاخره خبر میاد که سفیان ثوری در مکه است و امر میتید، با یک بار دیگر امر میکند ابو جعفر المنصور که قپیده بیارید، اگر سفیان ثوری در مکه باشد دستگیر کنید. از اینجا با میگریزند. البته یک بار نمیگریزند، اول همون سطر خانه ستاره پرده خانه کعبه هست، انا همون میقپند. این سنت است که هر کسی که همون خانه کعبه پردش قپیده گفت که من راضی نیم، من به حرمت خانه کعبه که هست امان تید، من به نرسید گوید، در اصل باید امان داده شد. بارک الله فیکم. و همین حادثه ها بود که ابو منصور کسل می شود و وفات می کند. ابو منصور وفات کرد. خود ابو جعفر المنصور وفات کرد، همون خلیفه که می خواست سفیان ثوری رو، لیکن بجایش فرزندش میاد. بجای ابو جعفر المنصور مهدی می آید. یک باره یکم امرش ثوری را یافته بیارید، سفیان ثوری را بیارید اینجا، باید حاکم شود، لیکن قاضی شود نه. انکنون مهدی پسری ابو جعفر المنصور غضبش سخت بود، چرا پدرم اطاعت نکرد؟ گفته میگه که انکنون سری ثوری را بیارید. سفیان ثوری را هر کسی که زنده یا مرده میبرد، من به او گفت پولهای مبلغهای خیلی بزرگ میدیم. مجبور شدن سفیان ثوری از مکه بار دیگر به بصره فرار کنند و در بصره در خانه یحیی بن سعید القطان، یکی از دیگر علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، سعید القطان، یحیی بن سعید القطان محدث، در همونجا یک مدت زندگی کردند که شاگردهاشون با مشهور شدند، با زیاد شد و به خانه عبدالرحمن ابن مهدی رفتند
و در همین بصره پنهان در بین خانه های مسلمین علمای اهل سنت می گشتند که بالاخره وفات کردند و سفیان ثوری را دستگیر کرده نتوانستند. اما ببینید که سفیان ثوری 11 سال فرار کردند، از 150 هجری تا 161 هجری یعنی فرار کردند. در خراسان تولد شدند، اصلشون از کوفه است، در بصره وفات کردند و در سال 161 هجری در بصره موافق به سال 778 هجری در حالتی که پنهان روس میگشتند وفات کردند و جنازهشون فجأتاً برای اعلان کرده شد و خیلی مردم زیاد در جنازهشون اشتراک کردند. پس ببینید 97 61 یعنی در سنی 64 سالگی، در سنی 64 سالگی وفات کردند. بارک الله فیکم. آیا سفیان ثوری فرزند داشتند؟ سفیان ثوری فرزند از خودشون نموند. برای چی؟ برای اینکه یک فرزند داشتند، فرزندشون پیش از سفیان ثوری وفات کرد. فرزند سفیان ثوری پیش از سفیان ثوری وفات کرد.